لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. سفر حج. تهیه و تقدیم محمد انصاری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. شنوندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه سفر حج در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در برنامه گذشته در مورد تلبیه صحبت نمودیم و چون این کلمات بزرگ شعار حج می باشد، در این برنامه هم می خواهیم در مورد این شعار مبارک و توحیدی صحبت نماییم، زیرا کلمات تلبیه منزلت بزرگ و دلالت‌های عمیقی دارد. در برنامه گذشته پیرامون معانی ژرف و پربار کلمات تلبیه که به منظور نهادینه کردن توحید و زدودن شرک انتخاب گردیده سخن گفتیم و عرض کردیم که این کلمات به حق کلمات بزرگی است که معانی بسیار دقیق و روشن، اهداف ارزشمند و فواید گسترده‌ای را در بر دارد و علما همواره درباره اهمیت فوق‌العاده و منزلت بزرگ این کلمات و درباره معانی ژرف و فواید بیشمار آن سخن گفتند. بیش از همه و به گونه شامل و مفصل در این باره علامه ابن القیم جوزی در کتاب تهذیب السنن سخن رانده است. ایشان می‌فرماید کلمات تلبیه قواعد بزرگ و فواید مهمی را در بر دارد. آنگاه 21 فایده ذکر می کند و من سعی خواهم کرد که در این برنامه مهمترین و برجسته ترین فوایدی که ایشان برشمرده را خدمت شنوندگان عزیز و گرامی خلاصه کنم. ایشان می‌فرماید لبیک اجابت کردن دعوت دعوتگری است که تو را فرا خوانده و جواب دادن به ندای کسی که تو را صدا زده است. از نظر دستوری و از روی عقل درست نیست که انسان جواب کسی را بدهد که سخن نمیگوید و کسی را نمیخواند. پس در این کلمات اثبات صفت کلام برای الله سبحانه و تعالی است. این کلمات معنای محبت را در بر دارد. لبیک جز برای کسی که او را دوست داری و تعظیم می‌کنی گفته نمی شود. لذا در معنای آن گفته شده که پروردگارا، من به هر نحوی که تو دوست می‌داری به بارگاهت حاضرم. تلبیه تعهد به دوام عبودیت را در بر دارد. لذا گفته شده که از معنی اقامت گرفته شده، یعنی انا مقیم علی طاعتک، من بر طاعت تو همیشه پایدار خواهم بود. تلبیه معنای عاجزی و ذلت را در بر دارد، یعنی خضوع بعد از خضوع، به طور مداوم به خدمت حاضرم و فرمان بردارم، چنان که گفته می شود انا ملب بین یدیک، من فرمان بردار تویم، یعنی در پیش تو کاملا عاجز و ناتوان و گوش به فرمانم. تلبیه متضمن معنای اخلاص است، لذا گفته شده تلبیه از لب گرفته شده، یعنی خالص. و تلبیه متضمن اقرار و اعتراف به صفت سمع، یعنی شنوایی پروردگار است، چون محال است که انسان به کسی لبیک بگوید که او دعایش را نشنود.
تلبیه مشتمل بر معنای تقرب و نزدیکی با الله سبحانه و تعالی است. لذا گفته شده است که از الباب گرفته شده و آن به معنای نزدیک شدن است. از دیگر فواید تلبیه این است که آن را در احرام علامتی قرار داده شده که حاجی با تکرار آن از یک حال به حال دیگر و از یک رکن به رکن دیگری منتقل می گردد، چنانکه تکبیر در نماز وسیله منتقل شدن از یک رکن به رکن دیگر است. لذا سنت است که تا طواف را شروع نکرده تلبیه بگوید، همین که طواف شروع شد تلبیه را قطع کند. سپس وقتی برا افتاد همچنان تلبیه میگوید تا اینکه به عرفات برسد. هرگاه به عرفات رسید تلبیه را قطع می کند. همچنین در بازگشت تلبیه گویان به مزدلفه می آید. همین که به مزدلفه رسید تلبیه را قطع می کند. باز همچنان تلبیه گویان تا جمرات می رود. چون جمره عقبه را زد تلبیه را قطع می کند. پس تلبیه شعار حج و علامت منتقل شدن از رکنی به رکن دیگر است. لذا حاجی از هر رکنی که به رکن دیگر می‌خواهد داخل شود میگوید لبیک اللهم لبیک، چنان که نمازگزار در حال منتقل شدن از رکنی به رکن دیگر الله اکبر میگوید. پس هرگاه مناسکش را تمام کرد تلبیه را قطع می کند، چنان که نمازگزار هرگاه با سلام از نمازش خارج شد تکبیرش قطع می شود. از دیگر فواید تلبیه این است که شعار توحید در حج است، شعار ملت ابراهیمی یعنی دین ابراهیم علیه السلام که در واقع روح حج و مقصد آن است، بلکه روح و مقصد تمامی عبادت هاست. لذا تلبیه کلید این عبادت است که فقط با آن میتوان به حج داخل شد. تلبیه متضمن کلید بهشت و دروازه اسلام است که با آن میتوان وارد بهشت گردید و آن کلمه اخلاص و گواهی دادن این امر است که الله سبحانه و تعالی شریک ندارد. تلبیه مشتمل بر معنای حمد است، یعنی ثنا و ستایش برای پروردگار که در واقع از محبوب ترین طاعاتی است که بنده مؤمن به وسیله آن به الله نزدیک می گردد و این افتخاری است که اهل آن قبل از همه به بهشت دعوت خواهند شد و آغاز و پایان نماز هم با حمد است. تلبیه مشتمل بر اعتراف به همه نعمتها برای الله است. لذا کلمه النعمه با الف و لام استغراق آمده است که معنایش این است پروردگارا تمام انواع نعمتها از آن توست که بخشنده آنها فقط تویی. تلبیه مشتمل بر اعتراف بر این امر است که ملک فقط از آن الله یکتاست و جز او هیچ کسی در جهان هیچ گونه اختیاری ندارد. از دیگر فواید تلبیه این است که از جمع شدن ملک و نعمت و حمد در یک جا برای الله سبحانه و تعالی خبر می دهد و این نوع دیگری از ثنا و ستایش برای پروردگار است، جدا از ستایش پروردگار با یکایک این کلمات. پس اجتماع ملک که متضمن معنای قدرت است با نعمت که متضمن نهایت نفع و احسان و رحمت است با حمد که متضمن عموم جلال و اکرام اوست که به سوی محبتش میخواند، در این امر عظمت و جلال و کمالی نهفته است که ذات پاک او مستحق و شایسته چنین عظمتی است و همین که بنده او را یاد می کند و می شناسد خود به خود قلبش به سوی او میل پیدا می کند و جذب می شود و به او روی می آورد و با کمال محبت به سوی او توجه می کند که مقصود و عصاره عبادت هم امین است. از دیگر فوایدش این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین کلماتی که من و پیامبران قبل از من گفته ایم این است که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر. هیچ معبودی به حق لایق پرستش نیست به جز الله یکتا که شریک ندارد. اختیار و ستایش از آن اوست که او بر هر چیز تواناست. و تلبیه دقیقاً تمام این کلمات و معانی آن را در بر گرفته است. از دیگر فواید تلبیه این است که متضمن رد بر تمام باطل پرستان و دشمنان توحید است.
به ویژه کسانی که صفات الله را معطل می کنند، رد بر تمام مشرکین و تمام دیدگاه‌های باطل آنان و رد بر قول فلاسفه و دیگر کسانی که از آنها متأثر شدند و صفات الله سبحانه و تعالی را معطل کردند. همچنین رد است بر مجوس این امت، یعنی قدریه که افعال بندگان الله اعم از فرشتگان و جنها و انسانها را از اختیار پروردگار و قدرت او خارج کردند، که آنها نه برای الله در این افعال قدرتی ثابت کردند و نه او را خالق این افعال دانستند. پس کسی که این کلمات را بر زبان می آورد و معانی آن را تصور می کند، به طور طبیعی از تمام باطل پرستانی که صفات الله سبحانه و تعالی را معطل می دانند جدا می شود. همچنین از فواید دیگر این شعار مقدس این است که در تکرار مجدد این که او شریک ندارد یک نقطه باریک علمی نفته است. اول بعد از کلمه لبیک فرمود لا شریک لک، نفی شرک کرد. اما بار دوم که بعد از ان الحمد و النعمت لک و الملک فرمود لا شریک لک، یعنی این که همچنان که او در اجابت این دعوت شریک ندارد، در حمد و نعمت و ملکش نیز یکتاست و شریک ندارد. و این از قبیل فرموده الهی است که فرمود شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. الله که در دادگری استوار است و فرشتگان و عالمیان راستین گواهی می‌دهند که معبود بر حقی جز او نیست، آری جز او که پیروزمند فرزانه است الهی وجود ندارد. در اول آیه فرمود لا اله الا هو، یعنی این شهادت را او تعالی و فرشتگانش و علمای راستین دادند. سپس خبر داد که ذات توانایش با قسط و عدل دادگری می کند. در اینجا مجددا شهادت را تکرار فرمود، یعنی همچنان که الله در ذات صفاتش یکتاست، در عدالتش نیز یکتاست. این بود مجموعه از غنچه‌های زیبا و فواید دلگشایی که این کلمات بزرگ، کلمات تلبیه حج، کلمات شعار مقدس حج با خود به همراه دارد که بدون شک انسان را وادار می کند که هرچه بیشتر در عمق و ژرفای این کلمات بیندیشد و معانی آن را در ذهن مجسم کند که بی تردید دقت در فهم معانی این کلمات بنده را یاری می کند که این عبادت بزرگ را به گونه هرچه بهتر و کاملتر انجام دهد. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی حج شما و طاعت و عبادت‌هایتان را قبول درگهش بگرداند. در پناه حفظ او تعالی باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. سفر حج. تهیه و تقدیم محمد انصاری